در کناره‌های شهر کراچی پاکستان گروه‌های نجات جسدهای افراد غرق شده را به ساحل می‌برند. تا نصف روزی پنجشنبه پلیس کمش 20 جسد را از آب بیرون برآورد. اکثر غرق شده ها 30 و 31 ایول به هلاکت رسیدند. در روزهای جشن عید فطر هزارها نفر هشدار طوفان را نادیده گرفته به آببازی رفته بودند. در تاجیکستان ملاقات وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دایر شد. وزیران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان را پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به حضور پذیرفت. وزیران برنامه‌های مشترک در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را ارزیابی نموده، موضوعهای مورد بحث نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای را که ماه سپتامبر در دوشنبه برپا خواهد شد، معین کردند. در مسکو جانبداران مخالفین با هدف کمک به بندیان ناآرامی‌های میدان بلاتنایه مزایده خیریه برپا کردند. در این مزایده مبلغ معادل $5600 جمع شد که از حساب فروش چیزهای شخصی اعضای گروه هنری پوسی ریات و یک عده سیماهای شناخته روسیه به دست آمده است. گردهمایی ضد حکومتی در ماه می سال 2012 در میدان بلاتنای شهر مسکو به زد و خورد با پلیس مبدل شد. در این رابطه مقامات 28 نفر را از آزادی محروم کردند. در عرفه جمع آمد شورای پیران ترکمنستان نوسازی شهر ترکمن‌آباد آغاز یافته است. این نهاد بلندپایه در طرحریزی سیاست ترکمنستان نقشی مشاوره دارد. کارگران نمای بیرونه بیناها را تعمیر و ترمیم نموده و ساختمان‌های مرمری سفید اشقابات شبیه می‌کنند. پیش بینی می‌شود که صاحبکاران بیناهایشان را از حساب خود ترمیم خواهند کرد.